Assalomu alaykum barodaroni qandum, javonoy muhtaram, nuvasako, havasakoy qandi bosh, zinda va sarbaland boshin. Diruz man az kulobi Bostoni bargashtum. Chel bargashtum. U umid orzuy doshtum. Ba un umid orzum ham rasidim va ham narasidim. با یک تعب خیره با یک سرخمی و خجالت زدگی ما کلوب برگشتم همچون بابا که بسیار وقت جوانی من وقتی جوش و خروش ایامی جوانی من در کلوب در راههای کلوب گذشتگی است و خاطرشون میکنم که برادران قند نباتم این پریولی چورمغزک این پریولی چورمغزک خلق تهدشتی همین مثال وعدت حصار مثال رودکی و همین دیگه خلق تعداش این پریوال چورمغزه اصوش همش ما کلاب میگفتیم در دوره سیوز خطلان زمین من با یک زیقی با یک تعب خیره سرخم و خجالت زده گشتم تا حاضر فکر میکنم هم خوب و هم ناخوب چی وقتی که ما رفتیم خانه او برادرای اذیت کشیده او برادرایی که جگرگوشهای خودش گم کرده اند دعا و فاتحه کردیم البته این کاری هر یک فرزندی تاجیک است فرزندی مسلمان است که بریم تعزیه کنیم در روزهای خرسندی رم در روزهای مشکلی و در روزهای غم که ما رفتم الحمدلله به این کار میسر شدیم دعا و درود کردیم و باز هم چی گفتنی هستم که اون مردک هایی که اون برادرایی که جگرگوش های خود را دست دادن در این صدمه نقلیاتی خدای مهربان او فرزندک ها را او برادران جاشون جنت الفردوس گرداند و اون مردمی که حالا در بیمارخانه هستند و حالا در غمند با اونها خدای مهربان صبر جمیل عطا فرماید الله اکبر بعض از دعا و درود البته ما رو به استادیوم در ورزشگاه دعوت کردن و ما واردی ورزشگاه با یک دل پر و با یک شوق رغبت زیاد ما داخل ورزشگاه شدیم و من هیچ وقت انتظاری نمیکشیدم که مردم سربلند کلوب آیا تا حالا لازم یعنی که لازم اساسی یعنی که مثال خیلی که ما گل میشد با وجه میبیاییم باید لازم داشته باشیم افسوس که این جوانای کلوبی بسیار با یک قرصک و یک شوخی ها و یک مهر و محبت نسبت کلانو البته پیشواز گرفتن و در اونجا سخنهای ناجا برآمد البته من میدونم که باید از یک شوق ذوق دل گفتن نه که ما هر یک کلمه میگیم باید فکر کنیم که چی گفته است مردم سربلند کلوب اساساً با عفتی و زیبایی و با فرهنگی ما باید از زن کلوبیا ما آموخته ایم در دوره سیوز در دوره شوروی که فقط وجود رقم و دلیل و ما پیچت قطعی ما به شما گم میزنم که زن کلوبی یک افتخار ما بود وقتی که ما با کلوب سفر میکردیم در اونجا میدیدیم چقدر فرهنگ زیبا چقدر زنهای زیبا چقدر مادرهای زیبا که مثال تا حالا کرته چکنی کلوبی میگه معرفی میگه چکنی کلوبی را در تمام جهان و شخصا خودی من وقتی که خواهرچه ما را به شاور میدادیم دوره سیوز بود ما با طرف کلوب سفر میکنیم قدر خدا رحمتی اکای سید جلال میرفتیم گفت که چی بیارم آیسو چی بیارم گفتن که آیسو ما یک کرته چکنی کلوبی بیار برای عروسی و نمال های گردی ها و دوک هایی که میپوشنده یک زیب و زینت با عفتی زن مادری کلوبی را میفهمم سخن های چنان هم شیرین میگفتم ما میمادیم نقل میکردیم اصلا در دوره سیوز جهان گشته کی بود؟ جهان گشته من بابات یعنی که شفیارا بودن که این روز در اینجا بودن فردا در کلاب باستانی و در خطلان زمین و در رشتان زمین و در
خوجند در بدخشان بودن که ما از اونجا خیلی البته تلفن ها نبود، نوارها نبود، تلویزیون بود. یه دقیقه ما یا تلویزیون بود ما، یا تلویزیون بود. ما افتخار میکنیم. افسوس که من چندین سال شد که نرفتم. وقتی که من میبینم تمام پیشرفت کلوب کو با وجه میبینم، خرسندی میکنم. وارد استادیوم شدم، در اونجا گپای کمتر گپای نتوشد. گپای شد که دلخراش، وقتی که گل میشدن گپای دلخراش شد. برادران کندنباتم، من والله قسم هر یک جوان تاجیکستانی را من مثل فرزند خود میدونم، مثل نواسه خود میدونم. من نسبت به خیلی مهر و محبت دارم. همه را میبینم، همه را میگم نواسه خود ما پیرای روزگار دیده همه را ما یک خیلی نگاه میکنیم. همه را یک خیلی ما نگاه میکنیم. در قلب خودمون یک خیلی جو کردگیم. در اونجا وقتی که گل میشود همین باکلاشکو پری او دور استادیوم ده میپرتن. این فرهنگ ملی تاجیکی کلابی ما اصلا نیست. این خیلی نیست. یا که یکم گپای قبل آیا ما لازم نداریم؟ آیا ما نمیگیم که تاجیکستان عزیز با پیش، تاجیکستان عزیز ما با پیش، فقط حجت و رقم و دلیل و مهر و پیچت که زده رقمی میکنیم که تاجیکستان ما با پیش است، پیشرفت کیسته، روز تا روز، ساعت به ساعت پیشرفت کیسته. این رو من میگم. کسی که میخواد رزبار کنه بیا من رزبار میکنم. قطعیش. آیا ما نمیتونیم تاجیکستان عزیز با پیش بگیم؟ آیا ما نمیتونیم که امیر جان بگیم؟ میدونی حضرت امیر جان، من آرزو کردم که برم اونجا یک دعا فاتحه کنم. در دوره سیوز بود که من رفته بودم اونجا. افسوس که وقت کم بود. نمیتونم که امیر جان بگیم. نمیتونم که فرزندای فرزانه ملت سامانی امام علی سعدی رودکی بچه یک زنگ میزنه ای کلوب، میگم کی برادر شما که واتساپ در نویسم چیکار کنم؟ میگه که من رودکی. میگم چه خیلی رودکی؟ میگه من رودکی هستم، پاسپورت برام رودکی نوشتم دیگه. یک مهر و محبت نسبت به نیاگامان، نسبت به فرزندای فرزانه ملت ما رودکی نوشتم دیگه. گفتم احسن، این مردک پدری خود چقدر شاعر دوستدار، چقدر سال احترامی اوید سخن که رودکی نام مونده بچه که ما هم چقدر ای فرزندای فرزانده ملت سال افتخار میکنیم که چه سامانی مونده استیم. شما نمیتونیم خیلی بکنیم بگین یا که قلعه بی‌نظیر هولبوک در تمام دنیا ما معرفی میکنیم، گردن بلند قدم که معرفیش میکنیم ما که قلعه داریم ما. هولبوک نمیگه. اقلا حرمت احترامی باباها رو بجا آورده. اقلا بابا نمیگه. چه خیلی لازمه شما. من گشته و برگشته میگم شما را جوانای شجاعتمند کلاب میگیم دل ما باوج میبیاد. شما لازم که گپ زنین که مردم فکر کنن بگن که او چی گفته ایستن و خیلی گل زده وای زده بسید اسدالله بابا چی گفته زده؟ بابا شعری الله گفته ایستن. سخن ها بسیار ریشه سخن تمام درست کرده نیستم و آن مهر محبتی که جوانای کلاب با فقط حجت رقم و دلیل مهر پیچت با ما اظهار کردن. با گردن بلند میگم که ساعتش اومده قطعی من رسم گیرید، یعنی حرمت احترام بابا رسم گیرید. یا خیرش اومد باور که در زمین میشینه بعد میکنه چی قدم جوانه با آداب میگه بابا جان ممکنه رسم گیریم بابا جان ممکنه این قدم معاشرتی آدابانه میکنه. نه که یک باکلاشکی که شما در استادیوم میپرتین ما بود زده یک چشم یک نفر کور میکند در حیات زندگانی تو نقصان میشود. یک باکلاشکی پرسگی تو نقصان میشود دیگه. در یک اونجا در تمام دولت های پیشرفته دو چیز هست. یکی خدمت عسکری نکردی اونجا هیچی خدمت عسکری نکردی. یکی داغ سودی گرفتی.
برادران کندناباتم رشته سخن تماما دراز میکنم شما مرا فهمیدین ان شاء الله با امریکا فوتبال های دیگه باباتون میره و قطیتون بالشکی میکند و لازم های بهترین مثال ما باید کنیم که سعدی برادر در اونجا میگم چه گفته ایسی تو که خیلی لازمه وقتی که گوش میکند بگو برادر خب کنه من این لازمه وای کنم برای یک تاجیکستانی عزیزم با پیش گفتم که ما رو کم ترک زلیم خان کو هم زلیم خان گپ زدی تاجیکستان کیم چی گفت کو ما امجا خیسم مسکو رفتم والله قسم میخواستم کو همین میافتم و یکو هم زلیم خان نمیدونم میگم مردای گوش ده اگر میافتم که بینی ببینم رو دکزد میکردم مرگ با مور مستفید با مور تاجیکی اصیل لوبوی کس قطی گم میزنم انم خیلی گم میزنم رازبوری کوچگیرم در کار شود کو بریم کوچه رو میرم رازبور میکنم سخنها بسیار است زنده باشد مردم سربلند کلاب عزیز زنده باشد او جوانای با ننگ و با ناموس و شجاعتناکی کلاب من انتظارشون اولی با نوارهای خوب میکنم فقط رفتم لازم زبان تازه نگاه داریم که تمام دنیا با ما مثال نگاه میکنن و ما را تماشا میکنن سخنها بسیار است زنده و سربلند در آینده لازمهای بهترین برای پیشرفت تاجیکستان عزیزم برای ترقیات برای رشد نموی تاجیکستان عزیز بابا ارارش گیردا بکره بابا اشاره کرد بفهمین شختون رو رزبیرت کنه زنده باشن انتظار شون نوارهای شیر و شربتداری باباشا